چند ساعتی است که روی تختم دراز کشیدم. احساس می کنم نیاز به هوای تازه دارم. به سمت پنجره می روم و آن را باز می کنم. آن سوی خیابان پنجره روشن نظرم را به خود جلب می کند. روشنایی خیره کننده ای دارد، اما این روشنایی کمی غیر معمول به نظر می آید. در روشنایی روز این چنین درخششی کنجکاوم می کند که دلیلی برایش بیابم. سعی می کنم داخل اتاق را از آن سوی پنجره دقیق تر نگاه کنم. مردی را می بینم که روبروی چند مانیتور منحنی روی صندلی اداریش که تکیه‌گاهی توری مانند داشت عقب و جلو می رود. انگار حوصله‌اش سر رفته است و از فنر آن صندلی سوء استفاده می کند که تاب بخورد و خود را سرگرم کند. شاید خستگیش را می خواهد کم کند. بیشتر که دقت می کنم لپتاپی را هم کنار آن میز می بینم و کاسه‌ای جلوی آن. هر از چند گاهی قاشقی از آن به سمت دهانش می برد و باز قاشق را توی کاسه رها می کند و به سراغ مانیتور و موسش می رود. اینها راضیم نمی کند. دوست دارم دلیل روشنی اتاقش را بیابم. به جستجوی چشمانم ادامه می دهم. روی سقف اتاقش لوستر کوچکی آویزان است و دور چهارچوب درب اتاقش چراغ‌های LED چشمک زن کوچکی به چشمم می آید. اما اینها هم نمی تواند دلیل روشنی اتاقش باشد. با پلک زدن می خواهم تمرکزم را بیشتر کنم تا بهتر بتوانم آنجا را ورانداز کنم که ناگاه همه جا تاریک می شود. انگار چراغ‌ها خاموش شده اند. ولی نه. چشمهایم را ماساژ می دهم. فکر می کنم شاید توان دیدن این همه نور را یکجا نداشتم. به ماساژ پشت پلک هایم ادامه می دهم. اما تاریکی از بین نمی رود. چند دقیقه منتظر می مانم. تاریکی ادامه داشت و این بار ترس وجود ناآرام و کنجکاوم را در خود فرو می برد. با همین ترس برمی گردم و روی تختم دراز می کشم. پلک هایم را می بندم. من مدت هاست که با پلک بسته تنها مردی را می بینم که پشت مانیتور منحنیش نشسته است و سوپش را می خورد.